بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست محترم شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی، با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و نثار دعای خیر. این جانبان امضا کنندگان ذیل این نامه به نمایندگی از شاگردان و دانش آموختگان عرفان حلقه و 2 طب مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی بنیانگذاری شده توسط محمد علی طاهری با احترام به استحضار میرسانیم. 6 سال است که استاد و مجموعه عرفان حلقه تحت شدیدترین فشارها، تهمتها، پرونده‌سازی‌های نادرست و به ناحق قرار دارد و تمامی تلاش‌های مسالمت‌آمیز استاد و ما شاگردان به بدترین اشکال خشونت‌آمیز و غیر اسلامی پاسخ داده شده. این جانبان اگر در دفاع از استادمان هر رفتار بدور از خشونتی اعم از مراجعه به بیوت مراجع معظم تقلید یا نهادها و ارگانهای مسئول در نظام اسلامی و یا ارسال شکوایه دادخواهی یا شرح حال نمودیم، ضمن اینکه مورد ضرب و شتم و اهانت و توهین قرار گرفته و به زندان افتاده و پرونده‌های امنیتی برایمان درست کردند، انگیزه و منظوری بجز آزادی استادمان را نداشته و نداریم. عرفان حلقه بینشی صلح‌طلبانه و صالحانه است و ما نیز شاگردان این نگرش و بینشیم. نه فرقه ایم و نه نگرش‌های فرقه گرایانه داریم. مسلمان شیعه ایرانی هستیم و یقیناً اگر استادمان آزاد شوند که حق بدیهی ایشان است، مطمئن باشید انگیزه و دلیلی برای هیچ تجمعی باقی نخواهند ماند. آنچه امروز ما را از زندگی طبیعی و عادی خارج کرده، ظلم و زندانی است که استادمان به ناحق گرفتار آن هستند. این جانبان امضا کنندگان ذیل متعهد هستیم در صورت آزادی استادمان در هیچ یک از اماکنی که به آنها مراجعه کردیم رجوع نکنیم جز برای قدردانی و سپاسگزاری. با آرزوی توفیق الهی.